محیدین کبیری رهبر دو سازمان اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع حزب نهضت اسلامی و پیمان ملی روز 4 اکتبر سال 2022 در اجلاسیه انجمن سالانه صحه در ورشاو با یک نماینده قرقیزستان که تاجیکستان را در مناقشه خونین ماه سپتامبر سال جاری در مرز با قرقیزستان به تجاوزکاری عیبدار کرد پاسخ داد. کبیری از جمله گفت نباید تنها یک طرف را عیبدار کرد چون که هر دو طرف تلفات داد و نباید اسکران و افسران تاجیکستان را عیبدار کرد چون که آنها قرض خود را جهتی از تجاوز حمایت کردن وطن را اجرا کردند. درست می بود اگر جامعه بین المللی درباره آنچه که در مرز تاجیکستان با قرقیزستان گذشت و میگذرد تحقیقات بین المللی انجام میداد. در ادامه سخنرانیش رهبر اپوزیسیون تاجیک علی نشست را از صدور 7 سال و 6 ماه حکم زندان ژورنالیست عبدالله غربتی از سوی دادگاه در تاجیکستان خبردار کرد و گفت در روزهای انجمن صحه صادر شدن این حکم نشان میدهد که این یک حکم نمایشکارانه است. مقامات دوشنبه با صدور این حکم نشان دادند که به آنها آن همه چیزی که دربارهشان در انجمن ورشاو میگویند ارزشی ندارد، تاکید کرد کبیری. پشتیبانی افسران و اسکران تاجیک در مناقشه اخیر با قرقیزستان از زبان رهبر اپوزیسیون تاجیک در حالی است که در روزهای آخر بسیاری ها اپوزیسیون را برای موافقه گیری خیلی طول کشیده و ناروشن تنقید میکنند. ترولهای طرفدار حکومت باشد اپوزیسیون تاجیک را حتی عیبدار میکردند که در این مناقشه طرفدار قرقیزستانند. یادآور میشویم در پی مناقشه خونین مسلحانه روزهای 14 سپتامبر در سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از دو طرف بیش از 130 کشته و بیش از 400 زخمی به جا گذاشت. قرقیزستان از 63 کشته و بیش از 200 زخمی از طرف خود خبر داد و تاجیکستان از هلاکت بیش از 40 نفر و جراحت برداشتن حدود 200 تن دیگر تنها در بین ساکنان ملکی دوشنبه درباره تلفات در بین نیروهای مسلح خود اطلاع رسمی نشر نکرده است. ولی ژورنالیستان تاجیک تا امروز روی خط دست کم 75 قربانی مناقشه اخیر را نشر کردند. هر دو طرف در آغاز مناقشه ماه سپتامبر یکدیگر را عیبدار میکنند. تنها در 2 سال اخیر در نتیجه زدوخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور نزدیک 200 نفر کشته شده، حدود 700 نفر از هر دو جانب زخمی شدند.